سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. فرشید سهراب هستم، نوازنده و مدرس ساز سنتور. تو این ویدیو قطعه شماره 29 از کتاب دستور سنتور استاد فرامرز پایور رو با هم دیگه کار میکنیم. خیلی 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 قطعه ساده ای هست و واقعا هیچ نکته خاصی نداره. اگر قطعات قبلی رو خوب کار کرده باشید این قطعه رو خیلی راحت میتونید اجرا بکنید. اما مسئله ای که هست اینه که باید خیلی با صبر و حوصله تمرینش کنید که با مترونوم کاملا دقیق و یک نواخت بتونید بزنیدش. قبل از هر چیز ممنون میشم که حتما لطفاً کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک بکنید، کامنت بذارید، این ویدیو رو شیر بکنید، هم به دیگران کمک بکنید که این ویدیوها رو بیشتر ببینن و استفاده بکنن و هم به من انرژی و انگیزه بیشتری بدید که ویدیوهای بهتر و با کیفیت تری رو با هم دیگه داشته باشیم. ممنون که تا آخر ویدیو با من هستید. بریم که ویدیوی خوب داشته باشیم. خب این قطعه شماره 29 دوچار هست و اگر این نگاه کلی به قطعه بندازید میبینید که از اول تا آخر تمام نوتایی که داریم نوت چنگن. پس شمارشمون دو تاییه و چون نوت چنگ داریم و هم داریم پس باید بشماریم 1 و 2 و تا آخر قطعه به همین شکل با تمام این تیکه های شمارشی که میگیم باید یه نوت اجرا بکنیم، یه نوت چنگ اجرا بکنیم و بریم جلو. خب نوتامون هست دو 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 فا فا دو دو. این در واقع پایه قطعه هست. پایه قسمتی از قطعه هست که مرتب تکرار میشه. این قسمت رو اجرا میکنم. دو 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 فا فا دو دو. دو تا راست دو تا چپ. یک و دو و یک و دو و. بچه‌ها الان من دارم سرعتم رو بالاتر از سرعتی که توی کتاب هست گرفتم به خاطر اینکه سریعتر بتونیم نوت‌خوانی کنیم و بریم جلو. بعد با مترونوم من براتون اجراش میکنم. ادامه ر ر دو دو سی سی لا لا. تو خط بعد سل سل فا فا سل سل لا لا سی سی دو دو ر ر دو دو سی سی ر ر و بعد دوباره برمیگرده رو پایه دو 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 فا فا دو دو. خیلی ساده. دو تا راست دو تا چپ میزنیم میریم جلو، میایم پایین، دوباره برمیگردیم بالا. ر ر دو دو سی سی لا لا سل سل فا فا برمیگرده بالا. سی سی دو دو ر ر دو دو سی سی ر ر دوباره پایه با شمارش یک و دو و 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 یک و دو و. خیلی خوب، میریم سراغ جمله بعد. خط سوم دو میزان آخر می می ر ر دو دو سی سی ر ر دو دو سی سی لا لا. همینطور دو میزان میاد پایین. دو دو سی سی لا لا سل سل سی سی لا لا سل سل فا فا. تا همینجا اجرا میکنم و بعد ادامهش از دو میزان آخر خط سوم. می می ر ر دو دو سی سی ر ر دو دو سی سی لا لا دو دو سی سی لا لا سل سل سی سی لا لا سل سل فا فا. میشماریم یک و دو و 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 یک و دو و. میریم سراغ ادامهش. خط پنجم میزان دوم از میکرون می خرک اول سیمای زرد می می فا فا سل سل لا لا. حالا چهارتای بعد فا فا سل سل لا لا سی سی سل سل لا لا سی سی دو دو ر ر دو دو سی سی ر ر و بعد دوباره پایه دو 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 فا فا دو دو. پس از میکرون میام بالا. می می فا فا سل سل لا لا فا فا سل سل لا لا سی سی سل سل لا لا سی سی دو دو ر ر دو دو سی سی ر ر و بعد دوباره پایه. پس کل این جمله به این شکل میشه: یک و دو و 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 یک و دو
میریم سراغ جمله بعد. خط 1 2 3 4 5 6 خط هفتم بعد از علامت تکرار دو میزان. می می فا فا ره ره می می دو دو ره ره سی سی دو دو و بعد تو خط بعد پایه دو 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 فا فا دو دو. اون دوهایی که بالای نوت فا نوشته برای تاکید میگه حواست باشه فا رو باید پشت خرک دوم بزنی. می می فا فا ره ره می می دو دو ره ره سی سی دو دو. با شمارش 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و. میریم جمله بعد یه نوت پایین تر. ره ره می می دو دو ره ره سی سی دو دو لا لا سی سی و بعد دوباره پایه‌ای که از سی تشکیل میشه سی 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 فا فا سی سی. جمله بعد از یه نوت پایین تر از نوت دو 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 ره ره سی سی دو دو لا لا سی سی سل سل لا 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 فا فا لا لا. و قسمت آخر فا 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 سل 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 لا 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 سی 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 سی. حالا برمیگرده از سل 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 لا 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 سی 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 دو 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 و قسمت عبارت آخرمون ره ره دو دو سی سی ره ره و بعد با یه جفت دو قطعه تموم میشه. پس میزنی فا 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 سل 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 لا 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 سی 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 سل 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 لا 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 دو 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 لا 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 سی 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 دو 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 ره ره دو دو سی سی ره ره دو. خب البته قبل از این جفت دو یه دو خط تکرار داریم که باید برگردیم از اول کل این درس رو تکرار بکنیم. یکم درس صبوری هم انگار داره میده این قطعه و واقعا هم همینه. یعنی شما با مترونوم حتما باید تمرین بکنید که با اون سرعت 44 که سرعت اصلی این قطعه است تمرینش بکنید که یاد بگیرید که درسته که ما شاید بتونیم خیلی سریعتر اجرا بکنیم ولی اهمیت داره که خودمون رو با اون ضربای مترونوم هماهنگ بکنیم. من یه دور قطعه رو از بالا تا پایین براتون با مترونوم اجرا میکنم که بشنوید در نهایت شما باید چی بزنید و بعدش بهتون میگم که چه تمرین رو میتونید روی این انجام بدید که یکم بیشتر بهتون کمک بکنه برای اینکه نوازندگیتون رشد بکنه. خب مترونوم رو باید بزنیم رو دو ضربی و سرعت 44. بچه‌ها در مورد تنظیمات مترونوم خیلی توی کامنت ها از من میپرسید. مترونوم‌های مختلف خب تنظیمات متفاوتی دارن دیگه. من نمیتونم بیام تک تک مترونوم‌ها رو توضیح بدم ولی اصولاً بیس کار همشون یکیه. یعنی شما باید به مترونومتون تعداد ضرب رو بدید و سرعت رو بدید. یعنی مثلا این قطعه 2 4 دو ضربیه پس مترونومتون باید حالا یا رو 2 بذارید یا بعضی مترونوم‌ها رو 2 4 باید بذارید و بعد سرعت هم که حالا روی مترونوم مختلف به هر حال یه جایی هست که روش سرعت تنظیم میشه. سرعت رو روی عددی که بالای کتابتون نوشته باید تنظیم بکنید و بعد یه ضرب مترونوم به شما یه ضرب متفاوت میده که همیشه ضرب 1 و ضربای بعدی که ضربای شبیه به همه که همیشه ضرب 1 ضربی که صداش بلندتره و تاکید روش بیشتره. حالا مثلا رو مترونوم من ضرب 1 زنگ میزنه. حالا مترونومای دیگه ممکنه حالا صداش زیرتر باشه یا صداش بلندتر باشه. به هر حال متفاوته. خب 1 2 1 2 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و.
من دیگه تکرار کلیشو اجرا نکردم براتون. خب این الان با سرعت 44 مترونوم بود. شما برای اینکه یه خورده این درس رو چالشش رو بیشتر بکنید، سعی کنید این قطعه رو آروم آروم با سرعت‌های بالاتر اجرا بکنید. مثلا من الان اینو میذارم روی سرعت 120. ببینیم با 120 چی میشه. 1 2 1 2 1 و 2 و 1 و 2 و با سرعت 120 بود. شما اول با سرعت 44 که سرعت اصلی قطعه است بزنید، بعد 10 تا 10 تا 20 تا 20 تا سرعت رو بیارید بالا تا جایی که کیفیت اجراتون خراب نمیشه. یعنی انگشتا زیر مضراب چسبیده، زاویه مچتون درسته، ارتفاع مضراب، فاصله مضراب از سیما یه فاصله مناسبی هست و ضربه ها با کیفیت و شفاف میخوره و این میشه آروم آروم سرعت رو بیشتر هم کرد. من حالا برای اینکه ببینید یه دور فقط با سرعت 200 هم براتون میزنم که ببینید تا سرعت 200 هم میشه سرعت رو ببریم بالا. اما میگم کاملا این سرعت بستگی به توان شما داره. بیش از حد قطعه رو تند نکنید. تند کردن بیش از حد یعنی بیشتر از توان شما باعث انقباض این عضلات میشه و باعث میشه هم کیفیت اجراتون خراب بشه و هم فرم دستتون خراب بشه. پس سرعت رو تا جایی که در توانتون هست ببرید بالا. 1 2 1 2 1 2 1 2. امیدوارم که این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. یادتون نره بچه‌ها لطفاً حتما کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید. یه لایک ساده شما میتونه خیلی کمک بکنه. کامنت بذارید، شیر بکنید این ویدیو رو و من رو حمایت بکنید که من هم انرژی و انگیزه داشته باشم که ویدیوهای بهتری رو برای شما تولید کنم. مراقب خودتون باشید. خوب و خوش باشید.